مهراج وفا از غزال عنایت چی درخواست کرده است؟ رازهای جدید رابطه مهراج وفا با غزال عنایت. غزال عنایت در کجاست؟ و جواب جنجالی غزال عنایت برای مهراج وفا هنرمند محلی خان کشور. من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. غزال عنایت هنرمند ناماشنا، محبوب و سرشناس افغانستان است که شهرت هنری خوب در میان هنرمندان و مردم افغانستان برخوردار است. غزال نه تنها در میان افغانها بلکه فارسی زبانان تمام جهان شهرت هنری خاص دارد. غزال عنایت در اصل از ولایت لغمان می باشد، ولی بزرگ شده ولایت کابل. پدر و مادرش از جمله بهترین ژورنالیست‌های افغانستان بودند. غزال در کابل بانک کار میکرد. در زمان فروپاشی این بانک غزال عنایت با خانواده‌اش رخت سفر به کانادا بست. غزال عنایت کارهای هنری مشترک با هنرمندان بیشمار افغانستان داشته است، از جمله با غزال عنایت و هنرمندان مشهور تاجیکی مانند صدرالدین و ماهر طاهری. جدیداً مهراج وفا هنرمند محلی خوان و ناماشنای کشور برای غزال عنایت پیشنهاد آهنگ دوگانه داده است، ولی غزال عنایت این پیشنهاد مهراج وفا را رد کرده است. مهراج وفا هنرمندی خوب و نامدار کشور است که شهرت نچندانی در میان هنرمندان محلی دارد. وی بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان با خانواده‌اش در کشور ایران زندگی می کند. این کار غزال عنایت مورد نقد شدید علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفته است، ولی ما آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود داریم. شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان غزال عنایت و مهراج وفا به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.